السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام با همسرش ساره و با خدمتگارشان هاجر در فلسطین زندگی میکردند. ابراهیم علیه السلام میخواست برایش نسل صالحی باشد تا که الله را عبادت کنند و او را در راه دعوت یاری کنند. ساره علیه السلام باشد سالهای زیاد فرزنددار نشد، پس خدمتگار خود را یعنی هاجر را به ابراهیم هدیه کرد. شاید شوهرش از آن فرزنددار شود. ابراهیم علیه السلام با هاجر ازدواج کرد و بعد از گذشتن زمان هاجر اسماعیل علیه السلام را تولد کرد. پس رشک دو زن زیاد شد، یعنی بینشان رشک پیدا شد. الله متعال به ابراهیم علیه السلام امر کرد که همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را به منطقه مکه ببرد و آنها را در آنجا جای کند. ابراهیم علیه السلام با همسرش و پسرش به مکه سفر کردند، یعنی با هاجر و اسماعیل به مکه سفر کردند. در مکه هیچ کسی زندگی نمی کرد. مکه یک جای بیابان، یک جای خشکی بود. ابراهیم علیه السلام همسرش هاجر و پسرش اسماعیل را در نزدیکی کعبه جای کرد و خودش برگشت. در آن زمان کعبه نبود. پس هاجر در تعجب ماند، یعنی آنها را در یک جای خشک تنها گذاشته است و خودش یعنی سفر میکند. هاجر علیه السلام از پشت ابراهیم علیه السلام رفت و با او سوال کرد: ای ابراهیم، چرا ما را در اینجا گذاشتی؟ ما را چرا در اینجا تنها گذاشتی؟ ابراهیم علیه السلام جواب نمیداد. هر سوالی که میداد ابراهیم علیه السلام جواب نمیداد. بالاخره هاجر علیه السلام گفت: آیا این امر از جانب الله است؟ ابراهیم علیه السلام گفت: بله. هاجر علیه السلام گفت: این طور باشد الله ما را تنها نمیذارد و نزد پسرش اسماعیل برگشت. ابراهیم علیه السلام به همسرش هاجر و پسرش اسماعیل کمی از آب و خوراک گذاشته بود. وقتی ابراهیم علیه السلام از نزد همسرش و پسرش دور شد، دعا کرد: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا، من برخی از فرزندانم را در منطقه خشک و بی آب و بیگیاه نزد خانه گرامی تو ساکن ساختم. پروردگارا، تا نماز را برپا دارم، پس تو دلهای گروهی از مردم را به آنها مایل بگردان و از میوه ها به آنها روزی ده، باشد که آنان سپاسگزارند. هاجر با پسرش اسماعیل تنها در منطقه مکه بودند و روز تا روز آب و خوراک آنها تمام می شد، تا وقتی که تمام شد و تشنه شدند، گرسنه شدند. هاجر اسماعیل علیه السلام را گذاشت و به هر طرفی می دوید در جستجوی آب، در جستجوی چیزی. اسماعیل علیه السلام گریه می کرد. هاجر علیه السلام به کوه صفا برآمد و از بالا نظر می کرد. شاید کسی را بیند، شاید قافله‌ای می گذرد. هیچ کسی را ندید. پس از کوه صفا فرآمد و به کوه مروه برآمد
و از بالا نظر میکرد. شاید کسی را میبیند ولی هیچ کسی را نمیدید. همین طور 7 مراتبه به کوی صفا میبرآمد و به کوی مروه میبرآمد و این اکنون سنت شده است. وقتی یعنی به حج میروند یا که به عمره میروند مسلمان ها حتما به کوی صفا و مروه یعنی 7 مراتبه به آنجا میروند و میبینند. این سنت باقی مانده است از هاجر علیه السلام. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروه از نشانه های خداست. پس هر که حج خانه خدا کند یا عمره انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو طواف کند، یعنی بین صفا و مروه برود و بیاید. و کسی به رغبت خود کار نیکی را انجام دهد پس به درستی که خداوند سپاسگزار و داناست. هاجر علیه السلام بسیار مانده شده بود و هم تشنه شده بود، گرسنه شده بود. همان وقت جبرائیل علیه السلام فرامد و زمین زیر پای اسماعیل را یکتا زد که آب برآمد، چشمه برآمد، آبی تازه و خنک. وقتی هاجر علیه السلام نزد پسرش اسماعیل برگشت آب را دید، در بیابان آبی تازه و خنک. خوشحال شد، الله را شکر کرد و از آب استفاده برد. هاجر علیه السلام سراسیمه شد، آب را جمع کرد تا که آب نرود و می گفت زمزم زمزم، یعنی جمع شو جمع شو. در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله رحم کند هاجر را، اگر زمزم نمی گفت اکنون آب دریا شده بود. بعد از گذشتن زمان قافله جرهم گذر می کرد از نزدیکی مکه، از نزدیکی کعبه، یا اینکه آب زمزم قبیله جرهم گذر می کرد و برای خود جای مناسبی می دیدند. از دوری دیدند که در جای پرنده ها جمع شدند، شخصی را روان کردند تا ببینند چی گپ است، چی خبر است. وقتی آمدند دیدند در آنجا زن نشسته بود با پسرش و در نزدش آن آب زمزم، یعنی آب چشمه. آنها اجازت پرسیدند تا که نزد همین آب خیمه بزنند برای زندگی و هاجر علیه السلام اجازت داد و آنها از آب استفاده می بردند و در قبال برای هاجر مزد می دادند، یعنی یک مقدار پول که خوراک می دادند. و از همین لحاظ، از همین سبب هاجر و پسرش اسماعیل زندگی میکردند بین قبیله جرهم. اسماعیل علیه السلام عربی را از قبیله جرهم آموخت. ابراهیم علیه السلام در این بین می رفت و می آمد، یعنی به مکه می رفت و بر می گشت به نزدی همسرش سارا به فلسطین. اسماعیل علیه السلام جوانی برومند شد. روز ابراهیم علیه السلام نزد هاجر و اسماعیل آمد و خواب دید. از خوابش خیست، نزد اسماعیل علیه السلام آمد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم علیه السلام گفت ای پسرم، من خواب دیدم که تو را ذبح میکنم، پس تو بگو چیکار کنم.
خواب پیغمبران درست است، یعنی خوابهای پیغمبران مثل خوابهای ما نیست. اسماعیل علیه السلام در جواب چی گفت؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای پدرم، هر کاری را که تو به تو امر شده است انجام ده، ان شاء الله من را از جمله صابران میابی. پس ابراهیم علیه السلام با پسرش اسماعیل به طرف مینا رفتند. در راه شیطان ابراهیم را وسوسه کرد که پسرت را ذبح نکن. پس ابراهیم علیه السلام با 7 تا سنگ 7 مراتبه شیطان را با سنگ زد، یعنی 7 تا سنگ زد و کمی حرکت کردند و دورتر باز شیطان وسوسه کرد. ابراهیم علیه السلام باز 7 مراتبه شیطان را با سنگ زد، باز کمی دورتر حرکت کردند، باز وسوسه کرد، باز با 7 تا سنگ ابراهیم علیه السلام شیطان را با سنگ زد. اکنون این هم سنت است که حاجیان وقتی که به حج می روند همین شرایع دین را در آنجا انجام می دهند، با سنگ جای شیطان را می زنند و این سنت است از ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام با پسرش اسماعیل علیه السلام در مینا رسیدند. ابراهیم علیه السلام پسرش را امر کرد که به شکم بخوابد، یعنی رویش را به زمین گذارد تا رحم در دلش نیاید. اگر رحم در دلش بیاید فرمان الله را بجا نمیارد و گناهگار می شود. اسماعیل علیه السلام سخن پدرش را اطاعت کرد. ابراهیم علیه السلام کارد را گرفت و در گردن پسرش اسماعیل گذاشت. وقتی در گردنش گذاشت امر شد از جانب الله متعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. ای ابراهیم، یقینا خواب خود را تحقق بخشیدی، بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. یعنی تو در امتحان گذشتی، تمام، دیگر حاجت به ذبح نیست، حاجت به قربانی پسرت نیست. در همان وقت جبرائیل علیه السلام نزد ابراهیم علیه السلام آمد که با او گوسفندی بود. در بعضی روایت میگویند گوسفندی سفید بود. پس ابراهیم علیه السلام گوسفند را گرفت و قربانی کرد و این عمل هم سنت است که مسلمان ها 2 عید دارند. یکی از همون عیدها عید قربان است و هر شخصی که قوت و توانایی دارد قربانی میکند. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام به خانه برگشتند. هاجر علیه السلام بسیار خوشحال شد و تکبیر کرد، یعنی الله اکبر گفت، الله اکبر از خوشحالی. اسماعیل علیه السلام جوانی برومند شده بود و از قبیله جرهم ازدواج کرد. وقتی اسماعیل علیه السلام ازدواج کرد ابراهیم علیه السلام نبود، ازدواج کرد. برای همین همسر اسماعیل یعنی ابراهیم علیه السلام را ندیده بود و نمیشناخت. روزی از روزها ابراهیم علیه السلام به مکه برگشت و خانه پسرش آمد. در را کوبید. همسر اسماعیل علیه السلام در را گشود. او ابراهیم علیه السلام را ندیده بود. پس ابراهیم علیه السلام در مورد اسماعیل پرسان شد. همسرش گفت اسماعیل به کار برآمده است، یعنی برای طلب رزق برآمده است. ابراهیم پرسید زندگی شما چطور است؟ همسر اسماعیل گفت بسیار با مشقت زندگی میکنیم و شکایت کرد که زندگی ما بسیار سخت است. پس ابراهیم علیه السلام گفت اگر شوهرت آمد به او بگو در خانه را تغییر دهد، یعنی دیگر کند. وقتی اسماعیل علیه السلام به خانهش برگشت از همسرش پرسید کسی خانه نیامده بود؟
همسرش گفت پیرمردی آمد از تو پرسید، از زندگی پرسید. با او گفتم زندگی بسیار سخت و با مشقت داریم. اسماعیل علیه السلام گفت پیرمرد به چی وصیت کرد؟ همسرش گفت پیرمرد گفت در خانه را تغییر بدهی. پس اسماعیل علیه السلام گفت او پدرم بود، امر کرد که از تو جدا شوم. و اسماعیل علیه السلام از همسرش جدا شد و با دیگری ازدواج کرد. و بعد از گذشتن زمان باز ابراهیم علیه السلام به مکه آمد و دروازه پسرش را کوبید. این همسر اسماعیل هم ابراهیم را ندیده بود و نمی شناخت. در را گشاد، پیرمردی است. ابراهیم علیه السلام پرسید شوهرت کجاست؟ همسر اسماعیل گفت او برآمده است به سوی کار. ابراهیم علیه السلام پرسید زندگی شما چطور است؟ همسر اسماعیل گفت ما با خیر و برکت زندگی میکنیم. ابراهیم علیه السلام خوشحال شد و به همسر پسرش گفت اگر شوهرت آمد به او سلام بگو از من و به او بگو در خانه را مستحکم کند. وقتی اسماعیل علیه السلام آمد همسرش ماجرا را نقل کرد. پس اسماعیل علیه السلام گفت او پدرم بود، من را امر کرد تا با تو زندگی را دوام بدهم. ابراهیم علیه السلام بعد از مدت باز به مکه برگشت. اسماعیل علیه السلام نزد آب زمزم بود. پدرش را دید، خوشحال شد، پدرش را در آغوش گرفت. ابراهیم علیه السلام گفت ای پسرم، من را الله متعال امر کرده است به کاری، آیا من را یاری میکنی؟ اسماعیل علیه السلام گفت بله پدر. پس ابراهیم علیه السلام گفت الله به من امر کرده است که عبادت خانه بنا کنم، یعنی خانه کعبه را بنا کنم. و الله متعال در قرآن فرمودن و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. پس ما به ابراهیم جای خانه کعبه را نشان دادیم. یعنی کعبه پیش از ابراهیم علیه السلام بود در زمانه آدم علیه السلام، ولی بر اثر سالهای زیاد و طوفان کعبه از بین رفته بود، فقط همون اساس کعبه باقی مانده بود، فوندامنت. برای همین جای کعبه را به ابراهیم علیه السلام نشان دادند. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام شروع کردند به بنای کعبه تا به جای رسیدن که کنج کعبه بود و در اونجا سنگ لازم بود، سنگ مناسب. هر دو به هر طرف رفتند، در جستجوی سنگ مناسب بودند. جبرائیل علیه السلام از بهشت سنگ سفیدی را آورد و به ابراهیم داد. اکنون همون سنگ سفید سنگ سیاه است. به سبب گناهان انسان ها سنگ سفیدی که از بهشت بود سیاه شد از سبب گناه انسان ها و کعبه را بنا کردند. و الله متعال به ابراهیم علیه السلام امر کرد که اذان بگو، یعنی مردم را دعوت کن. ابراهیم علیه السلام گفت ای پروردگار، آواز من را نمی شنوند. الله متعال فرمود از تو صدا کردن است، از ما آواز تو را رساندن. و ابراهیم علیه السلام صدا کرد، مردم شنویدن، عرب ها، و همه به طرف کعبه می آمدند. اسماعیل علیه السلام در بین قبیله های عرب زندگی میکرد و عربی را با یعنی پره سخن میکرد و الله متعال اسماعیل را به سوی قبیله های عرب پیغمبر فرستاده بود. او قبیله هایی که نزدیک بودند و عرب بودند آنها را دعوت میکرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر فی الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد و كان رسولا نبیا. همچنان اسماعیل علیه السلام با قوت بود، تیرانداز بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای فرزندان اسماعیل تیراندازی کنید، برای اینکه پدر شما تیرانداز بود.